арабшо компанияро таҳти рақами 04 даъват мекунем. яке аз ҳунармандони машҳур ҳаҷвинигорони шинохта арабшо компания. марҳабо. لذتی دنیا زن و دندان بود، به زن و دندان جهان زندان بود. چنانه که گذشتگان ما، استادان ما، بزرگان ما فرموده اند ایلو زن و میبخشید اول زن و آخر زن و ما بین زن و آنگاه زن و زن نمود شرط خطی بزن. از بخشش زنها مادرها بخشش. من اونقدر طهر داده نمیتونم برای زنها، برای که خودم زن ندارم. انا کوشش میکنم که رنگی زندارا فهمانده بتونم برای شما. میگن که هر چی ما را خور و زار میکنه، گردن کجمون میکنه، پیش کل و کور و نامرد دست رازمون میکنه، ناس و سیگارت میکنه. هر چی ما را بیمار میکنه، هر چی ما را شرمنده میکنه، به آبرو میکنه، در بین دوست و دشمن رکلاممون میکنه، ای زن و فرزندمون جدا کنیاک و عرق میکنه. هر چی ما را بیمار میکنه، تیپر کلاسمون میکنه، پشت پنجرمون میکنه، زنده بگورمون میکنه، ای کارا نشه و گیره میکنه. هر چی ما را مرد میکنه، مرد و نامرد میکنه، جشم اتیاق شب میکنه، این کارا تاق زن میکنه. یک قرصه برای زن و مادرها میزنه. شما مادرها، مادر جانا، شما دل شکسته نشین. همین شما هستین و ما مردا هستیم. همین زن مردم اگر نباشن ما مردا عموما وجود نداریم. همین خلاه اوچم با ها میگه مردکان نباشن شما یکی جا میشه. حقوق زن و مرد برابره. حقوق زن و مرد برابره. برای همین گفتن که ما مردها زنکا شما شکرانه کنید که ما مردا نه اینکه عقل و هوش و گوش، بلکه تمام عضو بدن ها من رو با شما هدیه کردگیم. سلامت باشیتون. و در آخر یک شعر گم میزنم. یک شعر که قشلاقی مخدم که در دهه کلان شدم. برای همه میگم که ای چرخ فلکا مرا به چرخ آوردی، ای قشلاقی بده مرا به شهر آوردی، ای قشلاقی بدم در خر سوار میگشتم، ای سرگشته مرا پیشی 07 آوردی. سلامت باشید. فرصت مستنفید میبخشید، فرصت مناسب همه شما را خوش آمدید میگم و یک فلک دشتی برای شما میخونم. نام فلک ما نرکشی ماده پروره. همه غزلی نرکشی ماده پروری ما برای شما. ای در فصل بهار، ای در فصل بهار، ای جیره به پاش میگرده، این اولونم ای در فصل خزان، ای در فصل خزان، خرخو تکشد دوست میدارم، این اولونم اگه ما حافظای تویگر که هستیم مینی دیسک هر چی خطی میخونیم جوای خوندن زوری میکنم اونا. سلامت باشید. یک بار دیگه همه شما خوش اومدید. آموزش چند ژانر؟ باید بگم که ژانر آزمون، شرط اولی آزمون مونولوگ است و همه گروه هایی که امروز در آزمون ما شرکت می‌ورزند در آغاز، یعنی در آغاز شو کنسرت ما از این ژانر، از همین بخش باید بگذرد. بله، این بود مونولوگ با امیل‌های سرودی هجوی. اما اکنون نوبت رو با دیگر هنرمندان میدیم.